خب اومدم حرف دل شما عزیزان رو بزنم. حرف دلتون چیه؟ خیلیاتون این سوالو اما تو دایرکت پرسیدید. آقای حسینی عزیز، فروشگاه حسینی قصهش چیه؟ عطاری خوشبار سوپرمارکت قصهش چیه؟ اصلا ما داریم اینجا آجیل میبینیم، برنج میبینیم، تونه ماهی میبینیم، اونور قصه چیه؟ قصه از این قراره که ما میخوایم به خاطر اینکه سبد خرید شما کامل باشه، اینجا که میان دسته پر بدید، اقلاممون جور باشه، شلفمون کامل باشه، از اقلام مصرف خانوار گرفته اون چیزی که مادر توی غذا میخواد بریزه، اگه روغنه، اگه حبوباته، اگه اقلام دیگه ادویجاته، همه رو داشته باشیم که شما وقتی که میای خرید کنی با دست پر بری و راحت بتونی همه اون چیزی که توی لیسته از ما تهیه کنی و باز با بهترین قیمت ها. یعنی ما اون چیزایی که تخصصی کار خودمونه سعی می‌کنیم به بهترین قیمت ها رو و رقابتی کار کنیم. اون چیزی هم که اقلام مصرف خانواره معمولا تخفیف اون همیشه هستش، 5 تا 50% تخفیف داره. یعنی نمی‌بینید این تخفیف ما جایی باشه، حتی تو بازار موله به ندرت پیدا میشه در حجم زیاد این قیمت ها. اصلا یه جمله من بگم آقا، افق کوروش و رفاه اینا هستن تونه ماهی اینا رو تخفیف میذارن، نرسیدن به فروشگاه حسینی تو اقلام رب و تونه ماهی و تخفیفاشون.